سلام عزیزانم، وقتتون بخیر. تکنیک نامه نوشتن به فرشته فراوانی یکی از تمرینات برای جذب ثروت و فراوانیه. خب به چه صورت؟ یک برگه کاغذ بدون خط بردارید و با خودکاری به غیر از رنگ مشکی این متن رو بنویسید. سلام بر فرشته روزیرسان خداوند. سپاسگزارم که مرا در دنیای مادی تنها نمی‌گذارید و مرا از مادیات سرشار و بی‌نیاز می‌کنید. این نامه را خطاب به شما می‌نویسم و از شما ممنون و سپاسگزارم که کمک می‌کنید تا دغدغه‌های کوچک مادی را با پشتیبانی شما به آسانی پشت سر بگذارم و به جریان عظیمی از برکت و فراوانی دست پیدا کنم. اطمینان دارم که این نامه را دریافت می‌کنید و آن را می‌خوانید. پیشاپیش از نشانه‌هایی که به من نمایان می‌کنید سپاسگزارم. من آماده دریافت هستم. من به منشأ برکت متصل هستم. شما باید این نامه رو 14 روز پشت سر هم و هر روز یک بار بنویسی و آخر نامه ها رو در یک جای امن که کسی نمیخونه نگهداری کنید و بعداً همه نامه ها رو به آب روان بسپارید. این تکنیک برای جذب ثروت بسیار بسیار عالیه، تجربه شده و حتما جواب میده.